بذارید از یک موقعیت خیلی ساده شروع کنیم. تصور کنید نصف شبه، خوابیدید، همه جا ساکته و یک دفعه یه صدای خیلی زیاد و محکمی از بیرون اتاق میاد. شما هنوز نمیدونید چی شده. یک دفعه پریدید از خواب و هنوز فرصت نکردید تحلیل کنید که این صدا از کجا اومده. آیا خطرناکه؟ آیا باید برم و ببینم چی شده یا نه؟ با تمام این اوصاف یک اتفاقی در بدن و مغز شما در جریانه. چشماتون باز شده، بدنتون یک کمی سفت شده، قلبتون داره تندتر میزنه و توجهتون رفته سمت اون صدا و منبع صدا. حالا سوال اینجاست، چه کسی به مغز گفته بیدار شو؟ اینجا ما میرسیم به یکی از ساختارهای خیلی جالب مغز که معمولاً کمتر راجبش صحبت میشه و کمتر راجبش حرف زده میشه، به نام رتیکولار فورمیشن یا به تلفظ دیگر رتیکولار فورمیشن یا ساخت شبکه‌ای. میخوایم راجع به ساخت شبکه‌ای در وهله اول در این اپیزود صحبت بکنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چه کسی به مغز گفته بیدار شو در زمانی که فرض مثال در زمان خواب بوده و یک صدا، یک مهیبی، یک اتفاقی، یک محرکی باعث شده که بیدار بشه و ریاکشن نشون بده. و چه کسی به مغز گفته که بیدار شو؟ ساخت شبکه‌ای همونجور که احتمالاً شاید بدونید در ساقه مغز قرار گرفته و یکی از نقش‌های بسیار حائز اهمیت و مهمش تنظیم سطح برانگیختگیه. البته هم برانگیختگی میتونیم بگیم هم هوشیاری به عبارتی. اینکه شما برانگیخته بشی و در عین حال هوشیاریت هم افزایش پیدا بکنه. اگر خیلی خودمونی طور بخوام خدمتتون بگم، ساخت شبکه‌ای یکی از اون شاید آیتم ها و چیزهایی که کمک میکنه این مغز مای انسان بفهمه فرض مثال الان وقت خوابه یا نه، الان وقت اینه که فوکس کنم، تمرکز کنم، حواسم رو نسبت به یک موضوعی جمع بکنم. و واقعا یه سوال خیلی شیرین و جذاب این وسط هست، مغز ما چطور میفهمه کی باید بره سمت یه مقدار کاهش هوشیاری و زمان خواب و اینا که برمیگرده به امواج حالا مغزی، چه زمانی نباید برانگیختگی و هوشیاریش رو حفظ بکنه. و این موضوع خیلی مهمتر از چیزیه که شاید در نگاه اول به نظر بیاد. چرا این حرف رو میزنم دوستان عزیزم؟ چون این مغزی که در مای انسان وجود داره، برای اینکه بتونه اطلاعات رو پردازش بکنه اول باید در یک وضعیت خیلی استیبل و مناسبی از برانگیختگی قرار داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بیاد بپرسه یا قبل از اینکه بیایم بپرسیم اون صدای چی بود، یه اتفاق اساسی تر باید این وسط رخ داده باشه. اونم این که من باید بیدار و آماده دریافت اطلاعات باشم. دیدی زمانی که اصلا خواب میپری یکم طول میکشه که مثلا به این سطح برانگیختگی و بیداری و چیز برسی؟ یا حتی یه مثال شاید مثالی بزنم که اکثر ما تجربهش کردیم در جنگ‌های اخیری که بودیم، حالا بر اساس شاید شدت و ضعف این تجربه در مناطق مختلفی که ساکن هستیم در ایران. شما تصور کن خوابیدی مثلا شب، یک دفعه صدای انفجار به گوشت میرسه. خب میپری از خواب و زودتر از حالتهای پیشین در طول عمرت برانگیختگیت و هوشیاریت رفته بالا که به یک اکشنی برسی، به یک اقدامی برسی. پس این سوال و این اتفاق خیلی اساسی تر باید رخ داده بشه در مغز قبل از اینکه بخواد بپرسه این صدا چی بود، کجا بود. من باید بیدار باشم و آماده دریافت اطلاعات باشم. حالا اینجا ما با یک سیستمی سر و کار داریم در همون بحث رتیکولار فورمیشن به نام ascending reticular
اکتیویشن سیستم یا دستگاه فعالساز شبکه‌ای سعودی. اسمش ترسناک، جالب، طولانیه، ولی قابل تعریف و قابل توصیف و قابل ساده سازیه. الان خدمتتون میگم چه کار میکنه. شما تصور کن اون ساخت شبکه‌ای که در بخش ساقه مغز ما هست، خب اوکی، که مسئول اون یکی از وظایفش اون برانگیختگی و حالت هوشیاریه. این دستگاه فعالساز شبکه سعودی یا Ascending Reticular Activation System زمانی که وارد ماجرا میشه میاد چی کار میکنه؟ یک سری سیگنال های فعال کننده رو به سمت ساختارهای بالاتر مغز میفرسته. یعنی به سمت کجا؟ به سمت ساب کورتیکال برین، به سمت کورتیکال برین، نئوکورتکس. از اون طرف داستان هم هستا. ما همجور که یه بخش فعالساز سعودی داریم تا اون بخش رتیکولار فورمیشن، از اون طرف ماجرا هم یه بخش نزولی هم داریم که اصلا این سیگنال ها رو، این سیگنال های فعال کننده مهار کننده رو به سمت دستگاه ها و سیستم های حرکتی بدن میفرسته. یعنی به سمت پایین میاد از ساقه مغز. برای چی؟ وضعیت بدن رو استیبل نگه داره، ریگولیت کنه، تنظیم بکنه. خب میدونین چی میگم؟ اون انقباضی که باید ماهیچه‌ها داشته باشن در حالتی که شاید در حالت استراحتن، ولی برای اینکه بدن در وضعیت استیبل باشه و در وضعیت ثبات باشه، ماهیچه‌ها یک مقدار اون شاید بهش میگم ماسل تون و اون تون عضلانی رو داشته باشن که شما بدن استیبل باشه، یه دفعه نریزی به عبارتی. میدونی؟ پس همین چیزی که ما خیلی ساده تجربهش میکنیم که میگیم اوه یه دفعه حواسم جمع شد، یک پشت صحنه عجیب غریب نوروبیولوژیکی داره که اصلا حالا میگیم نسبتا پیچیده است ماجرا، که اصلا چی میشه که من توجهم جلب میشه، چی میشه که من حواسم جمع میشه. اینجا من یه پرانتز باز کنم. توی پادکست قبیله من، خب میدونید من 4 تا پادکست دارم، پادکست همین نوروکینگ، قبیله من، سفر انسان و اتاق سفید. قابل دسترس هم هست در حالا پادگیرهای مختلف. خدمت شما عرض کنم که تو پادکست قبیله من یک فکر میکنم سری اپیزودی راجع به توجه و انتخاب و تمرکز و اینا صحبت کردم به دید نوروساینس در حوزه مذاکره متقاعد سازی و نفوذ در آدم ها. اونو گوش کنید. حالا اینو یه ریفر میدم به اونور، اونم جالبه، اونم گوش کنید تو همین داستان که داریم صحبت میکنیم. حالا شما بیا فرض بکن که بعد از اون صدای ناگهانی که بهتون گفتم، خوابیدی، یه صدا میاد و میپری از خواب، چشماتو باز کردی و یک دفعه میبینی که یک چیزی روی زمین افتاده. حالا اینجاست که داستان یه مقدار جذاب‌تر میشه دیگه، قشنگ‌تر، مثل این فیلم ترسناک‌ها. اینجا این مغز داستان ما صرفاً دیگه این نیست که حالا بزار بیدار شم، فرض مثال آروم آروم برانگیخته بشم. در کنار این که به فعل بیدار شدن داره میرسه، باید بفهمه که این چیزی که الان میبینم اصلا مهم هست یا نه. و این که من میگم اصلا مهم هست یا نه 2 تا بخش داره. یک بخش تکاملی داره، یک بخش خدمت شما عرض کنم که نوروبیولوژیکی داره. تقریبا نوروساینس و نوروبیولوژیکی داره. بخش تکاملیش یعنی چی؟ بخش تکاملیش این میشه که شما مثلا خوابی، یک دفعه خواب میپری توی فضای نیمه تاریک، فرض مثالی لباست رو آویزون کردی به چوب لباسی، چه میدونم این آویزون کردی رو در، یه حالت فرض مثال ترسناکی به خودش گرفته، مثل این انیمیشن و مثلا فیلم های ترسناک روح مانند و اینا مثلا گرفته. خب تو هم عالمه مثلا خرافاتش و اینا ترسناکه مثلا، اوکی.
مغز تو وقتی حتی تو خواب بلند میشه و تا به سطح اون برانگیختگی برسه و هوشیاری برسه، یک مقدار گیجی دیگه، میدونی چی میگم؟ و اونو میبینی. تو خودتون لباس آویزون کردی دیگه، اوکی، ولی میبینی تصویری که از اون داری تفسیر میکنه توی ذهن، یعنی مغز رو تفسیر میکنه، یک تصویر خطرناک، یک تصویر ترسناک. چرا؟ تو در خونتی، در اتاقتی، در همون لباس هم خودت آویزون کردی، اون شکلی هم که پیدا کرده رو میدونی، خودت در جریان بودی، خودت آویزون کردی، اوکی. چرا مغز اون رو به احتمال زیاد یک چیز ترسناک و تهدید کننده تفسیر میکنه؟ این برمیگرده به تکامل و فرگشت ما در دوران غارنشینی، در دوران حالا اجداد ما و دوره های مختلف خدمت شما عرض کنم انسانی. یک سری اتفاقا زیاد تکرار میشده. فرض مثال، انسان رو در نظر بگیر، یا انسان ریختی رو در نظر بگیر که داشته توی جنگل، توی یک حالا فرض مثال راه تاریکی قدم میزنه و صدای شکستن، خدمت شما عرض کنم، شاخه رو میشنوه، اوکی. مغز این انسان در مرور زمان و در تعداد مواجهی که شده با فیدبک شکستن اون شاخه، فرض مثال، یاد گرفته، تکامل پیدا کرده، تحول پیدا کرده که وقتی من صدای شکستن شاخه رو فرض مثال میشنوم، بیشترین احتمالی که میدم یک احتمال تهدید کننده است. چرا؟ چون این هزینهش برای من کمتره. من حتی یک چیز رندوم، خدمت شما عرض کنم، بی خطر رو، مثلا صدا اومدنه، مثلا این تصویر لباسه، خب این چیزی بی خطریه، اوکی، میتونه هیچی هم پشتش نباشه، ولی من این رو من مغز ترجیح میدم بیشترین احتمال تایید کنندگی رو بهش بدم، خب برانگیختگیم بالا بره. این دقیقا ریتیکولار فورمیشن این وسط میاد و اسندینگ داره آلارم میده دیگه به سمت ساب کورتیکال برین، و کورتیکال برین داره آلارم میده، خب داره برانگیختگی ایجاد میکنه، که الان میرسم به بخش آمیگدالا و لیمبیک و اینا که بهتون میگم. مثلا مسئله ای که ما میگیم من دارم میترسم از کجا میاد، اوکی، یعنی که شما یک چیز رو تهدید کننده تشخیص میدی از کجا میاد. ولی تو این بعد تکاملیش اینه داستان که مغز یاد میگیره، یاد گرفته، یعنی به عبارتی در بحث تکامل، که من محرکی رو وقتی میفهمم و دریافت میکنم، این رو با تهدید کنندگی بالا تفسیر میکنم. چرا؟ چون اگر فرض مثال من میگم 1% همون تهدید کننده باشه، خب بقای منو داره تهدید میکنه دیگه، اوکی، خب من میمیرم، هزینهش برای من زیاده. پس همون اول ماجرا من احتمال منفی میدم که بتونم برای بقام تلاش بیشتری کنم و بیشتر زنده بمونم. خب یعنی اون صدای شکستنه که میاد، طرف اون انسانه، اجداد ما، خب فرار میکنه، یا حالا مثلا فرض مثال اکشنی انجام میده، احتمال این رو میده پشتش یه خرسه، یه شیره، یه فلانه. مغزم همینه. حالا این بود تکاملیش بود. باز برگردیم سر بحث اصلی و سوال اصلیمون. مغز از خودش میپرسه که این چیزی که الان دارم میبینم اصلا مهم هست یا نه؟ در وهله دوم تکاملی که خدمتتون گفتم، ما وارد یکی از مشهورترین ساختارهای زیرقشری یا همون ساب کورتیکال برین میشیم و وارد بازی میشه این بخش به نام آمیگدالا، یا همون بادامه، هم شاید شنیده باشید اسمش رو. حالا من آمیگدالا رو خودم بیشتر ترجیح میدم برای اسم بردن ازش. یه سوء تفاهم خیلی شاید بولدی وجود داره در مورد آمیگدالا که من همین الان خدمتتون میگم و کنار بذاریمش و شما هم در جریان باش و این رو شاید در صحبتت با دیگری وقتی داری راجع به این قضیه صحبت میکنه این رو بهش احاطه داشته باش و اصلاحش بکن. آمیگدالا دوستان عزیزم مرکز ترس به معنای دقیق کلمه نیست. یعنی خب خیلی این شاید گفته میشه در عامیانه که آمیگدالا خب مرکز ترس، شاید تو اینستاگرام مثلا زیاد میبینی. خب اگر ما بخوایم یک مقدار علمی تر صحبت بکنیم،
میگیم آقا یکی از کارهای مهم این آمیگدالا پردازش اهمیت هیجانی محرک هاست. خب حالا به جنبه ایموشنال این اهمیت هیجانیش رو پردازش میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مغز ماجرای ما باید بفهمه که آقا این چیزی که الان جلوی منه ارزش توجه داره یا نه، و اگر ارزش توجه داره چرا؟ آیا تهدیده؟ آیا پاداشه؟ آیا محرکه؟ آیا یه چیز آشناه؟ آیا یه چیز مهمه؟ یا اصلا میتونیم بیخیالش بشیم؟ و ما در طول روز خیلی با این مواردی که الان خدمتتون گفتم درگیریم و بر اساس همینا تصمیم گیری میکنیم. یک بعدش مثلا فرض کن تو خیابون داری راه میری، یه نفر رو از دور میبینی و میبینی مثلا طرف اخم کرده، مثلا توی خیابونی، پاساژی، هر جا، مثلا محل کار هستن، و ببینیم ابروهاش پایین اومده، لباشو محکم داره به هم فشار میده و یه حالت برانگیختگی طوری داره و دیگه شما لازم نیست اینجا بشینید و تحلیل بکنید که خب اوکی انقباض عضلات صورت داره این آدم و این انقباض عضلات مثلا ابروها و بخش مثلا فک پایینی و فلان و این داستانا این نشون میده که مثلا این آدم حالت هیجانیش مثلا خشمه یا فلانه. نه، خب این کار نمی کنید دیگه. مغزت خیلی سریعتر از این حرفا داره کار میکنه، خیلی سریعتر از این حرفا داره چهره رو میبینه، پردازش میکنه، الگو رو تشخیص میده و اطلاعات هیجانی اون رو داره پردازش میکنه. حالا چی تو این داستان نقش داره به عنوان یک نقش مهم؟ آمیگدالا تو این فرایند. حالا اگر همین داستانی که من الان خدمتتون گفتم، همین آدمی که اخم کرده صورتش خشمگینه، اگر همین فرد واقعا تهدید کننده باشه، مسئله فقط این نیست که شما احساس ترس بکنید نسبت به اون آدم، بدنتون هم آماده میشه برای مقابله با یک تهدید احتمالی. یعنی این نیست که شما بگید اوکی من ترسیدم، نه اصلا این نیست. خب حالا نظر شاید یه سری جاهاش هم اغراق‌آمیز و اگزاجره میگم که شفاف بشه موضوع. همزمان بدنتون هم داره آماده میشه، یعنی تغییرات فیزیولوژیک داری. اگه واقعا اون آدم با اون صورت خشمگین تهدید کننده باشه، اینجا قلبت اعلام آمادگی میکنه و تندتر میزنه، سیستم سمپاتیکت قویتر داره عمل میکنه، تنفست داره تغییر میکنه، عضلاتت دارن آماده میشن، خون داره متمرکز میشه تو قسمت تحتانی و پاها و توجه ذهنی و انتخابی داره متمرکزتر میشه. چرا؟ برای مقابله کردن با یه تهدید احتمالی. حالا اینجای داستان این بادامی یا حالا همون آمیگدالای داستان ما میاد با یه سری ساختارهایی مثل فرض مثال هیپوتالاموس، مثل اتونومیک نروس سیستم یا همون سیستم عصبی خودمختار، وارد یک تعاملی میشه در شاید صدام ثانیه. خب حالا هیپوتالاموس یه سری نقشای دیگه داره، داستانای دیگه داره، ANS یه سری داستانای دیگه داره، کاری بهش ندارم فعلا. میاد وارد تعامل میشه، انگار دور یه میز جمع شدن دارن با هم تعامل میکنن، مشورت میکنن که یک چیکار بکنن، یک پاسخ دفاعی رو به صورت هماهنگ شکل بدن نسبت به یه تهدید. یعنی شما زمانی که داری ترس رو فرض مثال تجربه میکنی، فقط این در حد یک فکر نیست، در حد یک ایده نیست در ذهنت. به عبارتی در تعریف واقعی ترس ما میتونیم اینجوری بگیم ترس یک برین بادی استیته، یعنی یک حالت یک پارچه مغز و بدن. پس به خاطر همین هم است که وقتی ما فرض مثال واقعا ترسیدیم، صرفا ما نمیایم به کلام این بگیم اوکی من از نظر ذهنی احساس ترس دارم. خیر، بدن همزمان وارد یک فرایندی شده که تغییرات فیزیولوژیک رو شما داری احساس میکنی، قلب، تنفس، عضله، چهره، توجه، همه با هم. میدونی؟ پس این راجع به بحث خطر بود.
که این اتفاقا میفته. حالا من خیلی دارم ساده میگم، مثلا فرایندها داره، مدارها داره در مغز. ولی نکته ماجرا، یعنی نکته جالب ماجرا به عبارتی اینجاست که این آمیگدالا یا بادامه فقط دنبال صرفا خطر نمیگرده، دنبال پاداش هم میگرده. پاداش هم براش مهمه. گفتم پردازش اهمیت هیجانیه. خدمت شما عرض کنم اون محرک ها. شما فرض کن مثلا وارد یه کافه میشی و یه دفعه یه بوی قهوه‌ای رو حس میکنی و اون بوی قهوه، فرض مثال بوی قهوه‌ای رو میده که مثلا سالها قبل یه تجربه خیلی خوبی ازش داشتی، یا با خود اون قهوه، یا زمانی که مثلا چند سال قبل داشتی یک حالت هیجانی لذت بخشی رو تجربه میکردی، این بوی قهوه هم داشته میومده. حالا بحث اسوسییشن و تداعیه، تداعی شده، همایند شده با هم. اوکی، این بوی الان داره میاد، این بوی قهوه. حالا چه امکانی وجود داره؟ ممکنه شما حتی قبل از این که بخوای تصمیم بگیری، فرض مثال چیزی اوردر بدی یا سفارش بدی، توجهت بره سمت اون بوه و حتی رو انتخابت هم تأثیر بذاره. اون حالت هیجانی سابق در تو دوباره ایجاد میشه. چرا؟ چون مغز شما در اون حالت صرفاً یک بو رو دریافت نکرده، یک بو با یک عالمه تجربه های قبلی رو دریافت کرده. توش احساس هست، خاطره هست و با یک ارزش پاداشی گره خورده. حالا من بعدها اینو خدمتتون میگم که مثلا همین چیزی که من بهتون میگم اصل تداعی و اسوسییشن و اینا، که این وقتی بو رو ما حس میکنیم چه اتفاقاتی میفته به لحاظ اینکه خاطره یادمون میاد، این حاصله فرض مثال تعامل آمیگدالا، هیپوکامپ، حالا بخشی از لیمبیک، دورسولاترال پریفرونتال کورتکس و همه ایناست. خب و خیلی داستانهای دیگه است که مثلا یک بخشی میاد تجربه های قبلی، مثل دقیقا هیپوکامپ بحث حافظه است، حافظه دیداری، اونا رو میاره. یک بخشی فرض مثال اون ارزش پاداش رو برآورد میکنه. یک بخشی احساس اون پاداش رو پردازش میکنه، اهمیت هیجانیش رو که گفتم آمیگدالا. پس این چه اتفاقی میفته؟ ما داریم راجع به مفهوم یه جورایی تداعی محرک هیجان صحبت میکنیم. یا بچه‌هایی که حالا تخصصی تر میخونن یا دوست دارم بهش میگن استیمیولس ایموشن اسوسییشن. یعنی چی؟ یعنی مغز یاد میگیره که بعضی چیزها، بعضی محرک ها وقتی من دریافتشون میکنم، مثلا این بوی قهوه، به تجربه یاد گرفته دیگه، اینا با پیامد و ریزالت و نتیجه خیلی خاصی همراهن. فرض مثال یه بویی رو شما استشمام میکنی، پیامد این بو در ذهن شما، چیزی که یاد گرفته شده، اینا میره تو حوزه اصل شرطی سازی های CSUS. فرض مثال شما میفهمی که غذا تو راهه، یا فرض مثال یک آهنگی رو گوش میدی، یاد یک خاطری با یک آدم میافتی، یک مکانی میری، کوهی از خاطره ها برات زنده میشه. یا حتی زمانی که شما شاید خیلی رندوملی یا حتی تجربهشم کرده باشی، یه چهره رو میبینی و با توجه به الگوهای کلی این چهره شما یا احساس امنیت میکنی یا احساس تهدید میکنی. و خیلی عوامل بستگی داره البته. این دقیقاً داستانش با کیه؟ یک بخشش با آمیگدالا یا همون بادام است. یعنی این آمیگدالای داستان ما صرفا نمیاد بپرسه که آیا خطر وجود داره، یک سوال اساسی تر میپرسه، یه سوال گسترده تر میپرسه، اینکه آقا این محرک برای من چقدر اهمیت داره. میدونی؟
پس ما تا اینجا یک سری تعریف و توصیفا راجع به آمیگدالا کردیم. حالا اگر این آمیگدالا و بادامه وارد تصمیم گیری بشه چی میشه؟ یعنی اینکه ما اهمیت هیجانی رو خب در مورد محرک‌های دورمون میایم ارزیابی میکنیم، پردازش میکنیم با همین فرآیندهای مغزیمون، یک بخشش همین آمیگدالا. حالا تصور بکن زمانی که ما بر اساس پردازش این محرکایی که داریم و تفسیری که مغز ما داره با هزاران سوگیری نسبت به تفسیر اهمیت هیجانی محرک ها میخواد تصمیم گیری هم انجام بده. حالا تصور کن میخواد یک تصمیم گیری پر ریسک هم انجام بده. فرض مثل سرمایه گذاری، فرض مثال تصمیم بگیره وارد یک رابطه بشه یا خارج از یک رابطه بیاد، یا بخواد حتی انتخاب بکنه که آقا من الان یک لذت فوری رو کنار میذارم برای منفعت بلند مدت تر. حالا میدونی جالب چیه؟ جالب اینجاست که ما انسانهای نحیف ظریف فکر میکنیم، نحیف و ظریفی که میگم به لحاظ شاید لطافت فکری مونه، میدونی فکر میکنیم که این تصمیم گیری هایی که ما داریم میکنیم پشتش منطقه، پشتش محاسبه است، پشتش، حالا من توصیه میکنم برید و کتاب تفکر سریع و کند دنیل کانمن رو بخونید حتما، یا حتی کتاب نویز دنیل کانمن البته صحیح تر. دقیقا راجع به همین قضیه صحبت میکنه، سیستم‌های تفکری ما. ما فکر میکنیم ما داریم منطقی، کند، آروم، با پردازش بالا فکر میکنیم راجع به یک مسئله، در صورتی که بیشتر شهودیه، بیشتر نحوه تصمیم گیری های ما در طول روز و روزانه، حتی یک سری تصمیم گیری های پر ریسکمون، اینا غالباً با همون سیستم شهودی، احساسی و هیجانی و سریع. باز هم میگم ما دوست داریم فکر کنیم تصمیم گیری یک محاسبه کاملا منطقیه. اینکه آقا مزایا رو جمع کن، معایب رو کم کن، احتمال موفقیت و فرض مثال حساب بکن، این کارو کن، اون کارو کن، بنفیتش رو در نظر بگیر، اپورتونیتی کاستش رو در نظر بگیر، نرخ ROI بگیر، فلان کن، بیسار کن، بعد تصمیم بگیر. و مغز انسان اینجوری کار نمیکنه بای دیفالت. ایموشن یا همون حالا بحث هیجان بخش جدا نشدنی از اطلاعاتیه دوستان عزیزم که ما و مغز ما برای تصمیم گیری استفاده میکنه. و همون بادامه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، همون آمیگدالا چه کار میکنه؟ میاد اطلاعات هیجانیه که مربوط میشه به پیامدهای احتمالی و نتیجه های احتمالی یک موضوع رو میاد به شبکه‌های فرض مثال تصمیم گیری مغز منتقل میکنه. حالا چه مثالی میتونیم بزنیم از این شبکه‌های تصمیم گیری مغز؟ یکیش ونترومدیال پریفرونتال کورتکسه، یا به عبارت میتونیم بهش بگیم قشر پیشانی شکمی میانی، یا با اختصار VMPFC هم نشون داده میشه، ونترومدیال پریفرونتال کورتکس. و آمیگدالا میاد پیامد احتمالی رو به اینا میفرسته. یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی بادامه‌ای و همون آمیگدالای ماجرای ما میاد میگه که آقا من به این انتخابه، به این مسیره حس خوبی ندارم، احساس خطر دارم، احساس کنم خطر داره. یا مثلا بین این دوتا انتخابی که گیر کردی، بین این دوتا مثلا مسیری که باید بری، حال تو هر چیزی کار ندارم، میگم از سرمایه گذاری کردن بگیر توضیح مالی تا رابطه عاطفی، این یکی این مسیر این وریه به نظرم میتونه پاداش خوبی داشته باشه. و همون ونترومدیال پریفرونتال کورتکس یا قشر پیشانی شکم میانی
میاد چه کار میکنه؟ میاد این اطلاعاتی رو که از آمیگدالا گرفته رو کنار یه سری اطلاعات دیگه میذاره که چی بشه؟ که بفهمه که آقا خب من با توجه به همه این اطلاعاتی که الان دارم، فرض مثلا یک بخشش از آمیگدالا اومده، یه بخشش از یه جای دیگه، از یه جای دیگه، از یه جای دیگه، بهترین انتخاب چیه؟ و اینجا در مورد این بهترین انتخاب یه نکته خیلی مهم وجود داره، خیلی مهمه. ما معمولاً ما انسان‌ها فکر می‌کنیم برای اینکه و شاید توهم این رو داریم که برای اینکه به عبارتی تصمیم بگیریم و تصمیم درست بگیریم و بهترین تصمیم رو بگیریم باید احساسات رو حذف کنیم. دیدید دیگه در صحبت‌های عامیانه و تیپیکال جامعه چیه؟ میبینی میگه آقا منطقی قضاوت کن راجع به این قضیه، تصمیم گیری کن راجع به این قضیه، هیجاناتو بذار کنار، احساساتو بذار کنار و نزار آدم احساسی باشی. و اصلا ما در مکالمات عامیانمون داریم فرض مثال صفت و شاید بگیم مزاج احساسی کرکتری یک آدم رو دائما سرکوب میکنیم، میدونی؟ و این بده تو رابطه است طرف و آدم فرض مثال اتیکت احساسی رو برای خودش به خودش میزنه یا در تعریف و توصیف خودش اینجوری بیان میکنه و آدم ها بهش میگن که نه نباید احساسی باشه، احساسی باشی ضربه میخوری، احساسی باشی فلان. ببین من کاری به این صحبت ها ندارم یعنی میگم اوکی در کامیونیتی هایی که شما حضور داری در سطح کلی، در سطح سوسایتی و جامعه اینا هست، اوکی، ما میبینیم غالبا افراد استفاده میکنن از این داستان ها دیگه. خب من کاری به خود لایه اولیش ندارم. ریشش چیه؟ ریشش اینه که آقا ما باید احساسات رو حذف بکنیم دیگه. این انگار در به عنوان یک چیز کالچورال و فرهنگی و سنتی در ذهن ما جا افتاده که ما برای تصمیم گیری و بهترین انتخاب باید احساسات رو بذاریم کنار و حذفشون کنیم. ولی شواهدی که در حوزه به عبارتی نوروساینتیفیک و نوروساینس هست داستان رو کمی پیچیده تر داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی یه سری زمانها دوستان عزیزم مشکلی نیست که ما یک هیجانی رو، حالا هر هیجانی رو، بیش از حد وارد یک تصمیم گیری میکنیم یا اصلا میبینیم یک هیجانی بیش از حد وارد تصمیم گیری شده. مشکل اینه که یه سری زمانها هیجان به اندازه کافی در دسترس نیست و این روش پژوهش انجام دادن. یه شخصی به نام آنتونیو داماسیو، حالا اگه درست تلفظ کرده باشم فامیلیش رو، و همکاراش دقیقاً از همین زاویه اومدن نگاه کردن به این قضیه. چی دیدن؟ دیدن که یه سری بیمارا که آسیب‌های فرض مثال نوایی خاص مغزی داشتن، اینا توانایی استدلال عمومیشون تا حد زیادی باقی مونده بود، اوکی؟ ولی یه اما وجود داشت. تصمیم گیریشون توی زندگی واقعی به شکل خیلی عجیبی مختل شده بود، دچار اختلال شده بود. یعنی استدلال عمومی میتونستن بکنن، خب اوکی مونده بود با اینکه آسیب خورده بودن به لحاظ مغزی، ولی توی روزمره و دیلی روتین نمیتونستن تصمیم گیری بکنن. یکی از علتاش برمیگرده به همین قضیه که آقا گرفتن یک تصمیم خوب با کیفیت صرفا این نیست که شما محاسبه منطقی بکنی و استدلال بکنی، باید هیجان کافی در دسترس باشه که چی بشه؟ که اهمیت هیجانیش درست پردازش بشه. یعنی ما باید بتونیم به عنوان انسان ارزش، خطر، پیامد، اهمیت هیجانش رو
در مورد یک انتخاب، در مورد یک تصمیم رو هم درک بکنیم و هم پردازش بکنیم و هم اتیکت گذاری کنیم راجبش. یعنی مغز سالم نمیاد بگه آقا احساسات رو فرض مثال دور کن، بذار دور، بیا منطقی بشیم، منطقی صحبت کنیم، منطقی فکر کنیم و منطقی به جواب برسیم. خیر، مغز سالم میگه آقا احساسات رو وارد بکن، منطق رو وارد بکن، این دوتا رو با هم مرج میکنیم. بعد منطقی یه داستان دیگه است، برمیگرده به کورتکس. بعد احساسی و هیجانی رو پردازش میکنیم، برمیگرده به ساب کورتیکال برین و حالا نواحی‌های مختلف. بعد هیجانیش رو، بعد ارزشش رو، بعد خطرش رو، بعد پیامدش رو درک میکنیم، اتیکت گذاری میکنیم و بعدش به یک نتیجه میرسیم. یعنی مغز سالم میگه چی آقا؟ عامیانش میگه احساسات رو بیا وارد قضیه بکن، ولی اجازه نده به تنهایی بر اساس احساسات تصمیم گیری بشه. یه مثال خیلی زیبا براتون میزنم برای اینکه صحبتم رو بهتر بفهمید. طبق تحقیقاتی که شاید شنیده باشید، خیلی شاید هم در فیلم ها و سریال های جدید داره بهش پرداخته میشه، میبینم که توی دیالوگ ها اومده، قبلا نبود، هم تو شاید فضای صحبت گفتگوهای توی جامعه شاید آدم ها بهش اشاره میکنن، شاید در فضای اینستاگرام دیده باشی که ما یک بخشی داریم در مغز به نام پریفرونتال کورتکس، قشر پیش پیشانی، که حالا میتونیم بگیم مسئول تفکر منطقیه، نه به تنهایی ولی اوکی میتونیم حالا بگیم. این بخش تا هول و هوش 24-25 سالگی کامل به شاید تحول، رشد و تکامل کامل نرسیده تا 24 25 26 سالگی. خب و میبینی که نوجوان ها، این مثلا بخوام یه رفرنس بهتون بدم، فرض مثال توی کتاب انگیزش هیجان مارشال میتونید اینو پیدا بکنید. در خدمت شما عرض کنم کاپلان جلد هم دوش توی سری اختلالای اینو توضیح داده، هم فکر می‌کنم سهش بود این هست، میتونید پیدا بکنید. تو کتاب نظریه های یادگیری بینگهان و روسو میتونید پیدا کنید اینو. تو کتاب زیادی هست، حالا سرچ هم بکنید هست. توی کتاب الان یادم افتاد نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی خداپناهی میتونید اینو پیدا بکنید که هر کدوم به یک ادبیات این رو توضیح داده که آقا نوجوان ها رو شما ببین و دختر پسر، اینا چقدر ریسک پذیریشون بالاتره، اینا چقدر انگار هیجانی فکر کردنشون بالاتره، تب و تابشون بالاتره. شاید میبینی سیستم لذت بردن، سیستم تجربه گرایی، نوجویی و تمایلشون به تجربه های جدید بیشتره. که حالا من تو اپیزود بعدی که تو این پادکست نوروکینگ میخوام چرخه لذت رو براتون توضیح بدم، اونجا کامل بهتون میگم اصلا این چرخه لذت، سیستم دوپامینی و اینا کجا میاد. ولی چرا نوجوانا تصمیم گیری هاشون اغلب بیشتر هیجانیه، بیشتر احساسیه، بیشتر شاید در بعد روابط عاطفی شاید آسیب پذیرترن؟ یه دلیل داره، یک دلیل نداره ها، یکی از دلیلاش اینه نوجوان ها و تا هول و هوش حالا بازه جوونی هم میخوایم حساب کنیم 23 24 25، خب نه برای همه، حالا خیلی چیز داره، تولرانس داره، بازه های مختلف داره. این ساب کورتیکال برین هنوز رشد نکرده. مغز بر اساس نوع پردازشی که نسبت به محرک‌های بیرونی داره میاد تکیه میزنه رو ساب کورتیکال برین، یعنی میاد روی منطقه زیر قشریش تکیه میزنه برای تصمیم گیری. یعنی به عبارتی ساده سازیش رو بهتون بگم، یعنی ساده شدهش رو، میاد از اون بخشی کمک میگیره که هیجان محوره.
میدونی چی میگم؟ این فیلتر منطقی هنوز درست رشد نکرده. یعنی احساسات وارد تصمیم گیری میشه و به تنهایی هم فرمان روایی میکنه. هیجان وارد میشه، به تنهایی هم فرمان روایی میکنه. و سخت صحبت منطقی کردن با یک نوجوان. میدونی؟ رابطه بادامه و آمیگدالا با قشر پیش پیشانی که فوق‌العاده مهمه هنوز آنقدر تکامل پیدا نکرده. و این رابطه یک طرفه نیستا. رابطه کاملا دو طرفه است. یعنی قشر مغز، اون بخش کورتکس مغز روی آمیگدالا اثر میذاره و آمیگدالا و حالا یه سری مشتقات دیگه هم روی قشر مغز تاثیر میذاره. که ارتباط دو طرف است. این آمیگدالای قصه ما میتونه این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم، مثل تهدید، مثل پاداش، اهمیت هیجانی، همه اینا رو بفرسته سمت شبکه‌های قشری و از اون طرف هم اون نواحی قشری کورتیکال برین میتونن این واکنش ها رو چیکار بکنن؟ ریگولیت بکنن، تنظیم بکنن. میدونی؟ چند تجربه مثلا بهتون میگم، تجربه های زندگی. شما فرض کن مثلا یک شخصی جلوی بقیه، حالا تو مهمونی یا هر جایی، میاد یه حرف تحقیرآمیز به شما میزنه. دیدی همون لحظه داغ میکنی، قلبت تندتر داره میزنه، بدنت آماده واکنشه و احتمالاً جوابی در ذهنت آماده است که به طرف بگی. و حالا هر اتفاقی که میفته 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد که از اون موقعیت فاصله میگیری، ممکنه بیای با خودت بگی که مثلا شاید لازمم نبود اونطوری جواب بدم، شاید لازم نبود اونقدر واکنش نشون بدم. تو رابطه عاطفی زیاد هست دیگه، اصلا حالا منهای این بحث تحقیق کردن توی مهمونی و اینا. شما در یک برانگیختگی قرار میگیری. ببین رتیکولار فورمیشن رو گفتم، اسنتینگ رتیکولار اکتیویشن سیستم رو بهتون گفتم، آمیگدالا رو بهتون گفتم، همه اینا رو ببین. بعد الان رسیدیم به بحث کاگنیتیو کنترل. یه لحظه غلیان داری، غلیان هیجانی، حالا خیلی به EQ هم مرتبطه هوش هیجانیت، ولی چند دقیقه بعد یا حالا با یه فاصله زمانی که موقعیت مقدار دورتر میشی، این میاد تو ذهنت. یعنی چی؟ یعنی اون پریفرونتال کورتکس بیشتر فعال شده، بعد منطقیه فعال شده. شما زمانی که خشمگین میشی بیشتر آمیگدالا، بیشتر لیمبیکه، بیشتر اون منطقه ساب کورتیکال برینه، زیر قشریه، داغه. میدونی؟ میگی نه شاید لازم نبود حالا اینطوری هم جواب بدم. چه اتفاقی افتاد؟ تو اون چند دقیقه‌ای که از فرض مثال اون موقعیت خارج شدی، یک چیزی، یک مفهومی، یک تمی از کنترل فرصت پیدا کرد که بیشتر وارد این ماجرا بشه. اونم بهش میگن کاگنیتیو کنترل یا کنترل شناختی. یعنی مغزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم فقط از پایین به بالا اطلاعات نفرستاده، همون رتیکولار فورمیشن از ساقه مغز، از بالا به پایین هم شروع کرده به تنظیم کردن واکنش ها که گفتیم اون دستگاه فعالسازی نزولی به سمت حرکات بدن، تاپ داون رگولیشنه، تنظیم بالا به پایینه. و این چیزی که من دارم بهتون میگم به شدت چیز خارق العاده ایه و اهمیت فوق العاده ای هم داره. در طول تکامل اصلا این اهمیت رو پیدا کرده. شما ببینید، اصلا شما اون آناتومی و فیزیولوژی مغز رو هم ببینید، میبینی آقا ما یه سری ساختارهای قدیمی داریم که اینا اصلا ایجاد شدن که بیان پاسخهای سریع بدن، پاسخهای حیاتی بدن. به چی؟ به اون عامل تهدید کننده، یا حتی پاسخهای سریع بدن و حیاتی بدن به اون محرکی که پاداش داره. و در کنار این ساختارهای قدیمی مثل لیمبیک، همون ساب کورتیکال برین و تمام مشتقاتش، آمیگدالا و فلان و این داستانا، حالا بعداً براتون باز میکنم، پروزانسفالون و مزانسفالون و روبانسفالون و
تلانسفالون و اینا رو همه رو براتون باز میکنم، مغز میانی، مغز قدیمی، فلان فلان فلان. جالبه، جذابه. ولی در کنار همه اینها که میگم ساختارهای قدیمی هن، اون شبکه های قشری، اون کورتکس مغز و حتی نئوکورتکس، میبینیم که در طول این 300,000 سال عمر انسان هوشمند یا هوموساپینس ساپینس یا انسان خردمند داره تکامل پیچیده تری رو تجربه میکنه. حالا وقتی داره به تکامل پیچیده تری رو بهش میرسه، چی میشه؟ به ما اجازه میده، به مای انسان، قبلا که اینجوری نبودیم، به ما اجازه میده قبل از اینکه واکنش نشون بدیم یک لحظه مکث بکنیم، قبل از اینکه خشمگین بشیم یک لحظه مکث بکنیم، قبل از اینکه فرض مثال لیوان رو مثلا محکم بزنی به کله یه نفر بشکنی، یه لحظه مکث بکنی. میدونی چی میگم؟ و همون لحظه مغزت انگار میگه که اوکی، در ناخودآگاه، در حالا نمیگم عیناً بهش فکر بکنی، یا میگه اوکی، من احساس کردم این خطره، احساس کردم این تهدیده، احساس کردم این خدمت شما عرض کنم که عذرخواهی می‌کنم صدای نوتیفیکیشن لپتاپ منم اومد، احساس کردم تهدیده و خشمگین شدم نسبت به این قضیه. خب ولی یه لحظه بذار ببینم واقعا خطره یا نه. که من در اول این اپیزود راجع به این قضیه با شما صحبت کردم که مغز قبل از اینکه بخواد بیدار بشه، خب یا در کنار اینکه بخواد بیدار بشه و برانگیخته بشه و هوشیار بشه، سوالش اینه آیا این خطره یا نه؟ آیا لازمه واکنششون بدم یا نه؟ میدونی؟ پس ما به عنوان انسان نه موجوداتی هستیم کاملا منطقی و نه موجوداتی هستیم کاملا هیجانی. ما دو تا سیستم کلی تو مغزمون داریم که اگه بخوایم حالا همینجوری بگیم، حالا منطقی و هیجانی، اینا دائما در حال مذاکره با هم دیگه. اصلا یه مذاکره دائمی بین این دو تا سیستمه در هر لحظه‌ای که داری زندگی میکنی. یه بخشی از مغزت میگه آقا الان واکنششون بده، غلیان احساسی و هیجانی داری در وجودت و هر نوع هیجانا، و یه بخش دیگه میگه نه، صبر کن و بذار بیشتر راجبش فکر بکنیم، و زور یک نفر میچربه. یکی برمیگرده بهت میگه توی مغزت که فوق‌العاده جذاب این راه، این مسیر، تو رابطه عاطفی، تو شغل، توی تحصیل، توی فلان 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 فلان، هر انتخابی که داری میکنی، حتی مواجهه با حوزه مواد مخدر و داستان و اعتیاد. من راجع به اعتیادم باهاتون صحبت میکنم حتی. و یه بخشی از مغزت ممکنه بگه نه، نکن، صبر کن، بذار فکر کنیم ببینیم آیا فردا هم به این قضیه فکر کنیم همینقدر ارزش داره یا نه. و چیزی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم و الان تو دنیای مدرن بهش میگن سلف کنترل، بهش میگن خود کنترلی. یعنی دقیقاً انسانی رو ما انگار پخته میدونیم، حالا به لحاظ باز گفتگوهای عامیانه جامعه‌ای، که یک فاصله‌ای داشته باشه بین احساس کردن و عمل کردن، بین تجربه هیجان داشتن و اکشن دادن و عمل کردن. و اینجا یک سوال بسیار 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 بزرگتر مطرح میشه که میذارم برای اپیزود بعدی و راجبش سوال میپرسم و راجبش گفتگو میکنیم و شرح پاسخ رو بررسی میکنیم راجبش. چرا میترسیم؟ چرا میترسیم واقعا؟ من راجب ترس، تعریفش، یه مقداری خیلی جزئی راجب مدارهای مغزی و فعل و انفعالاتش صحبت کردیم، خیلی کوچیکا، خیلی گسترده تر از چیزی که فکر کنی. مثلا حساب کن مثلا یه کتاب مثلا 500 صفحه‌ای راجب، مثلا میگم 1000 صفحه‌ای 500 صفحه‌ای راجب به ترس هست، خب ما 2 صفحه اولشو مثلا، یه صفحه اولشو مثلا اومدیم یه ذره راجبش صحبت کردیم. منظورم اینه که اصلا فکر نکن در همین حد داستان، نه. ولی سوال اینجاست چرا میترسیم؟
چرا فرار میکنیم؟ چرا نزدیک میشیم بعضی اوقات؟ چرا بعضی وقتا ما میدونیم که نباید کاری رو انجام بدیم، نباید فلان انتخاب رو انجام بدیم و انتخاب کنیم، ولی باز هم انجامش میدیم؟ چرا بعضی وقتا این مغز داستان ما، مغز مای انسان، قبل از اینکه اصلا ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده تصمیم گرفته و این تصمیمش رو داره ما حقنه میکنه و ما اختیاری رو اون تصمیم نداریم و تصمیم گرفته یک چیزی مهم باشه یا تصمیم گرفته چیزی مهم نباشه؟ چرا؟ اینجا ما میرسیم به یک کانسپت و چارچوبی به نام، یعنی چارچوب محتوایی به عبارتی به نام تعریف و توصیف مرکز پاداش مغز. تعریف میل داشتن، تعریف خواستن، تعریف لذت به لحاظ نوروساینس و سایکوفیزیولوژی حتی، و راجع به ریوارد سیستم میخوایم با هم صحبت بکنیم، راجع به سیستم پاداش. توی اپیزود بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم که تا به اینجای کار همراه من بودی و امیدوارم که اطلاعاتی که بهت دادم مفید بوده باشه واسط و در نهایت تو اپیزود بعدی منتظرتم. مرسی.